من خشایارشا هستم، پسر داریوش بزرگ. سالها پیش یونانیان در نبرد ماراتون سپاه پدرم را شکست دادند و من سوگند خوردم که این توهین را بی پاسخ نگذارم. از شرق تا غرب امپراتوری سپاهی عظیم گرد آمد. از پارسه و شوش، از بابل و اکباتان، از سارد، مصر و هند. در تنگه بسفور مهندسانم پلی از کشتی ها ساختند، پلی بر دریا، و از آن فیلها، عرابه ها و سپاه گارد جاویدان گذشتند. ما به یونان رسیدیم. و آتن را فتح کردیم. شهر را به آتش کشیدم، نه از خشم، بلکه تا یادشان بماند که امپراتوری پارس شکست را نمیپذیرد. آن شب پرچم هخامنشی بر فراز آتن برافراشته شد و من از بلندای آکروپولیس به شعله‌هایی مینگریستم که روشنی نام ایران بود.